چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد با لبخند هلال اول ذی‌الحجه شور و نشاطی رمضان گونه در بین مؤمنان به وجود می آید. 10 روز اول ذی‌الحجه از جمله روزهای مبارک سال است که خداوند آنها را از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار کرده است. از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دهه اول ذی‌الحجه آمده است: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. در هیچ روزهایی کاری نیکو از 10 روز اول ذی‌الحجه نزد خداوند عزیزتر نیست. گفتند یا رسول الله حتی جهاد در راه خداوند متعال؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی جهاد در راه خدا، مگر آن شخصی که با جان و مال خود به جهاد رفته مال و جانش را فدا نمود و باز نگشت. گروهی از مؤمنان از 4 سوی گیتی کوله‌بار عشق به دوش گرفته رخت سفر به سوی خانه پروردگار برمی‌بندند و سایرین با رشک بردن به شرفی که بدانها ارزانی شده با نیت و امید آنها را بدرقه کرده تمامی روزهای حج را با کوشش بیش از پیش در انواع عبادتها، روزه روز عرفه، قربانی روز عید و تماشای لحظه به لحظه اخبار حاجیان بر صفحه تلویزیون‌ها آنها را همگام می‌شوند. این مکتب عبادی حج در برگیرنده بسیاری از مفاهیم تربوی است که می‌توان به تعدادی از آنها به طور گذرا اشاره نمود. تربیت روح بر تسلیم بیچون و چرا. 7 بار طواف، 7 بار سعی، پرتاب 7 سنگ ریزه، ایستادن در عرفات و سایر مناسک حج راه را بر تدخل هر گونه نظرخواهی از عقل بسته. دین خداست و امر و دستور او و فرمان برداری بیچون و چرای بندگان. نهال عبادت و بندگی صادقانه در قلب هر حاجی ریشه می دواند. دین آن چیزی است که خداوند وضع نموده، نه بدعات و خرافات و افسانه هایی که مذهب فروشان می سازند و جیب مردم را با آنها خالی می کنند. بدعات و مزخرفات هر چند زیبا و مفید جلوه گر شوند جایگاهی جز آتش سوزان جهنم نخواهند داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی در دین ما چیزی آورد که از آن نیست مردود است. و فرمودند کل بدعة ضلاله و کل ضلالة فی النار. هر بدعت و نوآوری در دین گمراهی است و نهایت هر گمراهی آتش سوزان جهنم. در مسیر مناسک حج روح حاجی با لبیک گفتن به دستورات الهی و اطاعت بیچون و چرا و ابراهیمی وار آنها صیقل و جلا یافته به خداوند نزدیکتر شده
لذت و آرامشی عجیب بدو دست می‌دهد. برابری. ستون اول بنای شامخ و سربلند اسلام بر مبنای برابری نهاده شد. همه بچه‌های آدم و آدم از خاک و فرموده حق جل جلاله است: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای مردمان، ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و حوا آفریده ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را بشناسید و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشید. بیگمان گرامی ترین شما در نزد خدا متقی ترین شماست. خداوند مسلماً آگاه و باخبر از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چیز است. در خطبه روزهای حج پیامبر رستگاری و سعادت فرمودند: پدرتان یکیست، عرب را بر عجم و عجم را بر عرب و سرخ را بر سیاه و سیاه را بر سرخ هیچ برتری و مزیتی نیست. تنها میدان تفاضل و پیشگامی تقوا و پرهیزکاری است. در سایه این دین بلال سیاه حبشی، صهیب زرد چهره رومی و سلمان گندمگون فارسی با تقوا و پرهیزکاریشان بر ابو جهل قریشی و عموی پیامبر ابو لهب هاشمی و سرداران مکه برتری یافتند. قرآن تا به روز قیامت در مدح مهاجران و انصار گمنام آیه تلاوت می کند و تا همان روز لعن و نفرین می کند ابو لهب را که در نیاکان با رسول و پیک قرآن مشترک است. حج تجلیگاه این مساوات و برابری است. همه تیره ها و اجناس بشر با زبانها و رنگها و نژادهای گوناگون از کشورهای مختلف با لباس ساده و یگانه در یک میدان گرد هم آمده اند. هدفشان، کارشان، سخنشان، رفتار، گفتار و سلوکشان همه یکیست: تواضع و خاکی بودن و بی‌توجهی به دنیای فانی از سر و رویشان میبارد. نه کسی شاه است و نه دیگری گدا، دارا و نادار، فرماندار و رعیت از هم شناخته نمیشوند. تنها دستهای نیایش و چشمهای اشک‌آلودند که به آسمان خیره شده با پروردگارشان سخن میگویند و نزدیکترین به خدا پرهیزکارترین آنان است. تربیت بر یکتاپرستی. توحید و ایمان راسخ و عمیق به یگانگی پروردگار شعار و زمزمه حج است. لبیک اللهم لبیک. جابر بن عبدالله در توصیف حج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: با توحید آغاز نمود. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. تربیت نفس بر توحید و یگانگی پروردگار و ترک هر آنچه دلها را به غیر خداوند میکشاند استوار است. امام ابن القیم در معنای لبیک حج میگوید: یعنی دل و قلبم را خالصانه برای تو ای پروردگارم قرار داده ام. روح و روان و دل و جانم از آن توست. حاجی با پوشیدن لباس احرام رابطه خود
با خدایش را مستحکم نموده، بازگشت به سوی او را جلوی دیدگانش قرار می دهد و از ته دل جار می زند. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است و این است که تنها خدا را پرستش می کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می کوشم و در این راه می میرم تا حیاتم ذخیره مماتم شود. اخوت و برادری، رابطه انما المؤمنون اخوه، تنها مؤمنان برادران همدیگرند در سایه ایمان از برادری نسب به مراتب پررنگتر و با معناتر است. حاجیان از 4 سوی جهان با لباس مشابه برای ادای عبادتی مشترک به سوی مغناطیس دلها، بیت پروردگار و مرکز توحید و یکتاپرستی جمع شده، در کنار هم همه اختلافات فرهنگی و طبقاتی و تبعیض‌های نژادی را به دور انداخته با شعار توحید لبیک اللهم لبیک، در فضایی خالی از حسادت، بغض، کینه و پاک از دروغ، دورنگی، نفاق و شرک، معنای برادری و اخوت اسلامی را به صورتی زنده به نمایش می‌گذارند. این شعور برادری حاجیان را به همدیگر نزدیک ساخته جویای حال هم می‌شوند. در جایی که زبان یاری می‌کند با زبان و آنجا که زبان از بیان می‌افتد با اشاره و محبت قلبی یکدیگر را به آغوش می‌گیرند. نشاندن نهال بسیاری از ویژگی‌ها و صفات اخلاقی. حج مدرسه اخلاق و میدان تربیت نفس بر اخلاق والا و دوری از زشتی‌ها و پلیدی‌ها و کاستی‌هاست. حاجی خسته و کوفته در آن شلوغی افرادی که چه بسا خشن طبع و بی فرهنگند، هر لحظه امکان دارد از کوره در رفته دعوا و مرافعی به راه اندازد. اما نه، چشمان حاجی به مناره تابان اخلاق و فرموده‌های پربار آن پیک رسالت که همسر گرانقدرش بانوی دانشمند اسلام عایشه رضی الله عنها در وصف اخلاق او فرمودند کان خلقه القرآن، اخلاق او قرآن بود دوخته شده و هر آن کلام او را بیاد می آورد ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، خوش اخلاقها از بهترین شما هستند. ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، در ترازوی حساب روز قیامت هیچ چیزی چون اخلاق نیکو سنگینی نمی کند. دستان پرمهر آموزگار حج به آرامی نهالهای صبر، بردباری، رحمت، دلسوزی، شفقت، ایثار و از خودگذشتگی، همکاری و همیاری را در کیان حاجی می کارد و در عین حال علفهای هرز انانیت و خودخواهی، کبر و غرور، ملیت و نژاد پرستی، پزدادن مال و ثروت، دشنام و ناسزاگویی، فسق و فجور را از گلستان از کسی که حج را بر خویشتن واجب کرده است و حج را آغاز نموده باشد باید آداب آن را مراعات دارد و توجه داشته باشد که در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدالی نیست و نباید مرتکب چنین اعمالی شود و هر کار نیکی که می کنید خداوند از آن آگاه است و توشه برگیرید هم برای سفر حج و هم برای سرای دیگرتان و بدانید که بهترین توشه پرهیزگاری است. و ای خردمندان از خشم و کیفر من بپرهیزید.
چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم.